Welcome to my magical world. سلام دوستان، من علی اکسپیر هستم و امروز اومدیم با پارت 16 هم از بازی زیبای The Last of Us 1. قبل از هر چیز لطفاً چنل من رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و اگه پارت قبلی این بازی رو ندیدید پارت 1 تا 15 این بازی رو ببینید. بدون معطلی بریم سراغ ادامه این بازی. خب رسیدیم اینجا که یه سری مهمون اومدن تو این خونه. اول دخل این مهمونای عزیز رو بیاریم. خب دیگه صدا تیرت اومد. او اینجا عجب گلد خفنیه. اون یکی کو فی یه لحظه میکرم تامی چیزو بالاخره یه کامپیوتر کامل داریم تو بازی. اون یکی دون کو دقیقا اون یکی دون کجاست؟ اوه سرمون گیج رفت برون رفت. من دیدم 3 تا اومدن بالا انگار. کنم طبقه پایینه. What؟ alright اینجوری نم خوشگله. یه بالا یا بابا دیگه چقدر تو سگ جونی. اون یکی هم با کوکتل برو کشیم حتی به غلط کوکتل کشیم چون جون نداریم. Alright, house is clear. Let's get back to the horses. داشته میسوک به ما اصلا ریسک اینو نمی کنیم که کسی بخواد ما رو بکشه. او 10 دونه قرص. یعنی یه جون تو این خونه چرا هست. یه چیز دیگه هم خواستیم. وای این شاتگان مسخره تیراش پره. با 4 تا تیر اینجا داشت. چرا من با این اصلا تیر ندارم؟ برای اینکه حیف است تیرا 2 تا تیر میزنیم که این تیرا رو برداریم. خب دیگه گورمون رو گم کنیم از این خونه بریم بیرون. خیلی هم شاکی از داستان. We're clear. همه چی امن و امانه. You want a hand up? Got it. یعنی دیگه از الی جدا میشیم اینجا.
چقدر آهنگ لاستوپاس واقعا قشنگ. There she is. Kids will be watching movies tonight. چه ویوی. Where is this lab of theirs? It's all the way out, University of Eastern Colorado. Go Bighorns. Ellie, get off your horse. Give it on back to Tommy. I'm gonna hang on to this fella, if that's all right with you. Go on, don't make me repeat myself. What are you doing? Your wife kind of scares me. I don't want her coming after me. Sorry for stealing your horse. Look, come back to town. Let's discuss it at least. You know me, my mind's all made up. University, Eastern Colorado. How do I find this lab? It's in the science building. Looks like a giant mirror. You can't miss it. You take care of that wife of yours. There's a place for you here. You know? You good? I'm good. Adios, little brother. ادیاس. خب جوئل صرف نظر کرد از اینکه الی با تامی بره. Give the ball to the other team, Right, it's called turnover. and if you clear the 10 yards, then you're back at first down. First down, that's right. Man, it's confusing. Hey, you just gotta play it a couple times. It all makes sense. واو. چه ویوی. بریم تو اینجا. واقعا عجب یه خفنی ها. این یه سری این سکانس هایی که پشت سر هم دیالوگ دارن و بیشتر سکانس های قشنگ رو سعی میکنم زیرنویسش کنم که وسطش نخوام حرف بزنم، که اون جنبه اورجینالش از دست نره. اما خب اون جایی که میشه و What kind of name is Callus, anyways? Not my fault you forgot to ask Tommy his name. Callus. آره اون جایی که میشه و Scoot back. مشکلی در حرف زدن بین دیالوگاشون یا بعد دیالوگاشون نیست. سعی میکنیم یکم. Okay. None of these buildings look like a mirror to me. Well, we'll head to Central Grounds. Should be able to see most of the campus from there. آره خلاصه کم سعی میکنیم تا جایی که میشه و بلدیم یه سری چیزا رو هم ترجمه کنیم. چی گفتم اصلا؟ خب بریم اینجا. I'll stay with Callus. I hate that name. اسم سگه کلوسه؟ کلوس یا او مای گاد. یه شعله افکن. شعله افکن چرا بوده واقعا؟
قراره بدبخشیم. Let's see what we got. او همه تفنگامون پر شد. چیزی نداریم ها. خب رایفلمون هم که دیگه بیشتر از اون نمیتونیم اوکیش کنیم. خب ببینیم قرصه شکارمون میام. شیک مستر اون لسنی مودمونه یه دونه ببریم بالا، یه دونه هم که رفت سپید. ببینیم چی میشه. اوه مثل یه چیز دوباره اینجا اون داد. یه قداره نو. همونه؟ آره. خب ببینیم میتونیم دوباره چیزی آپگرید کنیم یا نه. This is a good spot. خب اینجا که اصلا کلا این چیز میخواد. شاتگانمون نمیداریم. خب تیرکمونمون هم که زیاد ازش استفاده آنچنان نمیکنه. این سراغ این کلتامون پس. Yeah, that looks good. خب بریم بالا. شاتگان کوچولو پیشمون باشه اگه یه سومت تو صورت هم بتونیم یه کاری بکنیم. علی چطوری من اینجا؟ یعنی چه در مسخره بودم دوری میتایی تو هم. علی من حالا دوباره اومدم بالاتر. There was a lookout here. Sniper. Still nothing. Okay. یه سنایپر اینجا وای میستاده. هر روز میمده سر میزده اینجا. هر روز یادداشت میکرده که چه خبره اینجا. کنم اصلا زیاد کار نباید اینجا میکردم. همینطور اومده بودیم اینجا برای اینکه سری چیز بگیریم و آپگرید بزنیم و مهمتر از اون اینو پیدا کنیم. شعله افکنه رو پیدا کنم. خب بریم پایین یا بالا یا چی؟ So, these places, people would live here and just study, even though they were all grown up? Study, party, find themselves, figure out what they wanted to do with their lives. What they wanted to do with their lives. خب ما از اینجا اومدیم پس باید بلا بریم بالا. دیگه چند این قسمت از بازی آهنگ خوبی دارم، صدای خوبی دارم. It's getting chilly. It's that time of year. اوه اینجا چه خبره؟ I'll be right back. I'll be here. بس تا وقتی که How many people do you think are there?
Fireflies, I mean. برو با Reckon it اسب takes میاد quite a crew to تو. run that operation. You think there'll be other people my age? I'm not sure. میگه به نظرت فایرفلای ها چند نفرن یا چقدر از اونها هست؟ او مای گاد. ایلی داره با اسب میاد تو. فکر کنه همسن من هم تو فایرفلای ها هست. فکر نمی کنم. What is it? Sounds like runners. اوه Stay with the horse. I'll go check it out. You sure? Yes, I don't want him running off. I'll be right back. اسب از یه چی ترسیده. خب گفت که چند تا رانر اینجا. رانر ها همون بودن که تو چیز دیدیمشون Someone تو اون jerry-rigged this thing. فاضلا دیدیمشون. No juice. No dudes. خب باید بریم ژنراتور فعال See if I کنیم. can get the power back on. What the fuck. این همه رانر یه دونه میبندازم اونجا ببینم چی میشه. باش که یه کوکتل داشتیم مینداختیم تو اونجا. بریم بالا ببینیم چه خبره. باید در بکنیم تا اینا چیز شد. مای گاد همشون همین جا. سه تا دیگه موندن. خب از غذا That's that. زیاد این رانرها مالی نیستن. زیاد قوی نیستن. این دم دستم باشه حالا. خب اینجا چیزی نیست. جنراتور کجا بود؟ تو اون اتاقه. یه گشت و گذار اینجا بکنیم ببینیم چی پیدا میکنیم. That a fact. Yeah. خب اما چه ویوی داره این جا. خب این هم از ژنراتور. آخرین ژنراتوری که روشن کردیم اتفاقات خوبی واسمون نیفتاد. امیدوارم چون نه واقعا خبره. در رو با کرد اومدی تو برا خوده. What about you? What'd you want? Well, when I was a kid, I used to want to be a singer. Shut up. So serious. Sing something. No, Come on, I won't laugh. I don't think so. Joel, please. میگه آهنگ بخون. Go, scoot.
اسبم میره بالا. اوه. آره که میره بالا. Aw, those monkeys? اه Yeah, a whole mess of them. میمونایی به چیکار میکنن؟ وای داره ادا در میاره. Scoot you on back. از رو اسب نمیشه نشون گرفت. و اینجا ببینم. That was kind of چه awesome. صدایی میده. First time seeing a monkey? First time seeing a monkey? یه اولین بار میمونم. خب به نظر از اینجا میشه رفت تو. ببینیم چی پیدا میکنیم. پایینش که فکر نکنم زیاد خبری باشه. همینطوری ساختمون علکی ساخته اینجا که چی؟ آها نه. اوه نه انگاری یه چیزایی داره اون. اوه انگاری خیلی چیزامون داد. هلسکی داب گرید و 10 تا از این و 10 تا از اون. اوه یعنی اگه یه دونه از این رو از دست میدیم از این جاها مثلا کلی چیز کم می آوردیم. الی کجایی؟ Scoot back. Hey, look. Fireflies. خب حالا با از کجا بریم پایین. No, look. I see it. This is good. First sign of fireflies. علامت فایرفلای ها. Alright, یه جنراتور اونوره. ور ببینیم Scooch. ببینیم اونور چیزی هست یا نه. اوه چقدر اینجا بزرگه. فکر کنم همه حالا اینجا بودیم درسته ولی ما فقط از اون ورش اومدیم. نیم حال اوکی میریم از همین ور میریم ببینیم چه خبر. Watch yourself. You too. خب خب There it is. there it is. Oh UEC map. بومبست
خب اوش ایلی داره کجا میره برای خودش؟ اصلا حس خوبی به اینجور جاها ندارم. حس میکنم قراره یه جامپ اسکرت یه چیزی بیاد جلو صورتم. خب صدا که نمیشنویم. Wonder how long you held out. alright. او چقدر که رفت اسپن تون شو. خب چقدر از این کشوها که توش خالیه بدم میاد. وای چقدر اینجا پیچ در پیچه. 1000 تا اتاق داره. Damn it, spores. اوه سپورز. یعنی قراره اینجا زامبی داشته باشیم. خب او شت. چقدر هم زیادن. مرسی از این شیشه. خب دوتاشون آتیش گرفتم. سه تاشون آتیش. وای یه دونه از این گنده هم اینجا هست. سه تاشون آتیش گرفتم. اوه شت. چرا نمیخوره بهش؟ وای مثل اینکه این جونور گونده هم مثل کلیکرامونه ها. اونم کوره چیزیه. اوه شت. وای نمیشه از پشت گرفتش. بیا اینو تست کنیم. موری؟ اوه نو. اوف کنم خیلی ازش مصرف کردم. نه آیا 30 تاش بهمون داد. خوبه. تیر کمونم که خرج کردیم داد. اوه اینا که اینجا مردن چقدر چیز داشتن. خب 85 تا. اولش اصلا 40 تا داشتم. خب امیدوارم که هرچی اینجا زامبی بود تموم شده باشه.
حس خوبی ندارم به این کار. نبند در آقا، یه وقت خواستی برگردی. خب سایه چه کوفی. خب دیگه اینجا اسپورز نیست انگار. کجاییم الان؟ More infected, I'm fine. رسیدیم این ور. خب بریم ته اینجا هم یه سر بزنیم، این اتاقا هم یه چک بکنیم. این اتاقا دقیقا مثل اتاقایی که اون ور بود. عجیبه، هیچ فرق نداره انگار، قشنگ هم اتاق است، فقط داریم دوباره میگردیم. هیچی هم نمیتونیم کرافت کنیم. بریم بریم بریم. بریم ببینیم چیکار باید بکنیم. خب این سیم بهش نساسم، سیمش رو ببریم بزنیم بهش. سیم رو بردار دیگه. من همینطور روشن کنم. باید اوکی. Let's try the gate. خب You did it! Yeah. Come on through. نمیدونی چه بدبختی داشتم که اومدم اینجا. Dude, Those clickers. You think they were fireflies? no. No, I don't think so. Why would they have infected so close to the lab? Well, Bill used them as a form of defense. Maybe they're doing the same. Yeah, I could see that. اونور که بساس انگار هم نیست. No guards. No guards. No, nothing. Nothing. Yeah, I'd expect to see someone by now. Let's get inside. اینجا مگه ساختمون فایرپلای ها نی؟ راست میگم، پس چرا هیچ گاردی هیچی نداره؟ نکنه دوباره مثل اون موقع اینا همه مردن رفتن جا به جا شدن. خب من گاری نمیتونم از هیچی بگذارم و اینا رو بردارم. Have you ever been to one of these? What, university? Yeah. No, not as a student, at least. Why not? I had Sarah when I was pretty young. Were you married? For a while. What happened? Okay, So much? too much. داستان این که چی شده انگار از زنش جدا شده یا زنش مرده رو تعریف نکرده اینجا.
چقدر از این چادرها هست اینجا. خب هیچکی توشون نیست. عجیبیش همینه. We better. ریک اینجا هم دیگه فکر نکنم چیزی باشه. خیلی کوشی. خیلی کجا رفت؟ اینجایی؟ Scoot you on back. مراقب. بپر بپر. Hey, what about over there? Yeah, that looks like a way in. اوه و بریم از اونجا تو ساختمون. خب این دره بسته است. باید چکار کنیم؟ It's rusted shut. We'll have to find another way. باید یه راه دیگه Maybe we پیدا can get کنیم. over it. باید از این گوشه موشه ها یه جایی بپریم انگار. آره نه مثل اینکه جا هم نیست. کجا میشه؟ آهان برو ببینم. برو 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 ببینم. برو باشه دمش All گرم. right, not what I had in mind, but it'll do. بازم باید بکشیمش. حتما وقتی میشه کشید باید بکشیمش تا بریم بالا این کامیونه دیگه. آره خب اینجا پناهگاهه. خب اینم از اینجا و بریم داخل ساختمون فایرفلای ها. و اینکه این پارت هم همینجا تمامش میکنیم که زیادم مدت زمانش زیاد نشه. خب دوستان پارت 16 این بازی رو هم همینجا با هم تمامش میکنیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. اگه از این ویدیو خوشتون نیومد باز هم چنل منو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید، چون در آینده ویدیوهایی میذارم که حتما از اون خوشتون میاد. اگه با ویدیویی که بعداً گذاشتم حال نکردین حتما خودتون رو به دکتر نشون بدین، ولی قبل چنل منو سابسکرایب داشته باشین، چون هیچ دکتری نمیتونه شما رو درمان کنه و من در آینده توی همین چنل براتون راه درمانش رو میذارم. پس تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.